زندگی خود را با زندگی دیگران مقایسه میکنه. و ما بارها گفتم که عزیزان من، ظاهری زندگی دیگران را با باطن و درون زندگی خود مقایسه نکنید. قسم به خدا و چیزی که شما در تصویر میبینید او واقعی نیست. مثلا امروز حالا فامیلای زیاد یوتیوبر شدن و بالاخره برنامه میسازن، در بعضی از فیلم ها سریال ها میبینی برادر عزیز، خواهر عزیز، او ماها هفته ها زحمت میکشه تا خانه را دکوریشن میکنه، یک لباس را انتخاب میکنه، واژه ها را تمرین میکنه، کلمات را حفظ میکنه، بعد میای روی صحنه یک تمثیل را انجام میده. تو فکر میکنی زندگی همو است، اون نیست. تو در همو خانه که همو برنامه ثبت شده، برو طرف آشپزخانه‌ش ببین که چی جنجال گندگی است، برو اتاقای پشت سر ببین که چی وضعیت است. پشت صحنه این فیلم و این تصویری که ساخته شده اونجا رو نگاه کن که وضعیت چگونه است. بنابراین بعضی خواهرای عزیز ما یا برادرای عزیز ما که سطح فهمشان کمتر است یا زود باور هستند و مجرده که نگاه میکنه میگه او زندگی رو ببین، این زندگی رو ببین، در حالی که نه. ما افرادی بوده جناب رئیس پیش ما مراجعه میکنن، خب میلیونر بوده، به خدا از زندگی خسته بوده، آمده گفته که اگر خودکشی کنم ما خدا مرا میبخشه. بهترین قصر، امکانات، موتر، همه چیز در اختیارش. خواهرای بوده گفته کاش با یک کسی ازدواج میکردم که او روز میرفت حمالی میکرد، شب میامد با ما یک توتنان خوش با او زندگی میکردم، ولی مرا زمین شوهر میلیونر تیر. بیرون خانه ها کاشی و سنگ است، درون خانه یک میدان جنگ است. زود قضاوت نکنیم. بنان به بهترین راه همون است که با اون چیزی که داریم قانع باشیم. شاید تو خیلی نعمت‌های در زندگی داری دیگران ندارن، تو آرامش داری او نداره، تو امنیت داری او نداره، تو عزت داری او نداره، تو آزادی داری او نداره، تو رزق و روزی حلال میخوری شاید او نمیخوره و ده ها موارد دیگر.